آقا اینجا الان 2 تا اره داریم، یه دونه از اینا، یه دونه از اینا، یه دونه که اینجوری باز میشه اینجوری. امروز رفتم اره بگیرم فهمیدم که اینا نسبت به اینا خیلی بهتر. چرا اینا بهتر نیست؟ این نگاه کن، من الان به خاطر این رفتم یه دونه از اینا گرفتم، اینا رو اینجوری مینداختم چوب، این چیز میشد اینجوری لق میزد، شور بود. ولی اینا رو من رفتم گرفتم، نگاه اصلا اونجوری نیست اصلا. باید دیدی چوب راحتی باشه، این دستی بلند داره، ولی خب از اینا زیاد استفاده نکنید چون غلاف نداره، همین که تو کیفتون ممکنه خیلی چیزا رو پاره کنه. حالا غلاف دارش هم که میگیره دیگه خیلی بزرگ میشه، چون غلافاشو معمولا چوبی اذیت میکنه. خیلی خب یه دونه از اینا بگیرید، برای خودتون رو بکنید، منم سابسکرایب بکنید دیگه بابا، دمتون